السلام علیکم جور بخیر جان جور ستا خوب بخیر هستی جان جور شکر الحمدلله بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز البته جمع دوستان دعوت شدیم به برنامه دیگه یک برنامه خوب داریم فکر میکنیم دیگه بابت از این است که کباب است دیگه. خب قسم که یادآور شدیم امروز برنامه کباب است و در قسمت از که برنامه خود پیش می‌بریم قصه‌ای از مسابقات که انشالله به زودی در 27 ماه یونی برگزار میشه در کشور سوئیس. دیگه شما و دوستایی که بیننده هستن انشالله همه با هم همه چیز تجلیل میکنیم انشالله. خب از کنیم امروز نوید جان عزیز چه کارا را پیش برده. خب میریم خیلی برنامه خود بخیر آغاز میکنیم و دوستا را منتظر نمیگذاریم با اینکه برنامه اینا لجه پیش میبریم. خب نوید جان عزیز قسمی که یادآوری کردیم امروز برنامه است کباب است. یادم دیگه چیزی که قسمت و نصیب و تقدیر امروز یعنی می کباب کاس اینقدر قسمت شما برات آماده کردیم دیگه کمه دیگهش که مونده ایره با کمک خودت بخیر شروع میکنیم انشاءالله. درست است؟ گفتی مریض هستی؟ متاسفانه گرفته زکام ریزش آب و کمک اروپا وضعیت آب بسیار خراب. یک دفعه ببینی گرمی یک دفعه سردی بیگی کرده یا خیر باشه انشالله. برنامه کباب خدا بخیر آغاز میکنیم تا اندازه کباب ما خلاص است و چند سیخ دیگه و بعض دوستا دیگه هم انشالله میاین در راه هستن انشالله و دیگه قصه از این که ما خودت گفتیم که راجع به مسابقات هم بعض صحبت های خاص داشتیم دیگه قسمی که خودت یادآور شدی در 27 ماه یونی البته ماه ششم میشه مسابقات در کشور سوئیس انشالله برگزار میشه بخیر و انشالله شاید تشویق کننده تماشاچی هایی که ما خودت داریم انشالله شاید خود کنیم و از بیننده های عزیز از کسایی که ما را دید بازدید میکنه دیگه فقط ایره میخوایم بیان بسازیم. سلام علیکم. چی رقم ببینین صفی لالا پکه دادم میره. سلام علیکم صفی جان دیدم پیش هوا آمدی چی میکنی؟ علیکم سلام نوید عزیز یک بار دیگه قسمی که ما خودت میفهمیم دیگه برنامه از اینکه امروز متاسفانه یخچال کت خود ناوردیم که بوتلا یادش میموندیم همین لب دریا یاد پغمان یادم آمد همین کار در پغمان تلکای هم یک کمک گرم بود من خاطر باش گیری بانم برنامه که اینجا یک کمک سردتر شد دیگه همین قسم که فضا رو میبینیم بهترین یک فضاست و زلمه عزیز خودت میکنیم دیگه برنامه طور است که شما امروز میمون کباب هستیم دیگه اما تو معلوم میشه ای رقم انشالله میکنیم برنامه رو دیگه چه رقم پیش میره انشالله بخیر و میمان عزیز ما که امروز نوید جان بود و هم با ما شما و بعض قصه بعض اختلاط میکنیم اختلاطی گپا را داریم و بینم دیگه انشالله میگه بخیر کباب رساندیم تا سر کوره تا که بخیر پخته شد پختام شده اون ای رقم کانو تومش مونده دیگه بخیر تا که بخیر آماده شد که گفتیم اینه کباب بخیر آماده کردیم موندیم سر آتش دیگه تا که بخیری پخته میشه دیگه یگان قصه یکا و میمانایی که گفتیم دراز اونا هم میرسن بخیر تا اون زمان سلام علیکم صفی جان بابا سلام اینا دیگه شروع کردین ما بخیر شروع کردیم دیگه در نبود خودت البته در خوب وقت هم رسیدیم که عینا نمی وقت خودت میفهمی دیگه خب دیگه برنامه را البته میفهمیم از قبلا بخیر
بیننده عزیز دیگه جای کلتان خالی انشالله بعد از این ساعت کباب انشالله قصه خواهد بس خب قسمی که یادآور شدیم میمانی بود البته امروز و تشکر میکنم از کل دوستا و بینندگان عزیزم دیگه زلمه جان عزیز بسیار زیاد تشکر خواهش دیگه می‌کنم. راهنمایی و خیلی سایی لحظه پایانی برنامه را دیگه ترخیت قسمی که در اوایل برنامه یادآوری کردم و در ختم برنامه یادآوری میکنم دیگه تقاضا زیادتر و تشویق از امی است که به خاطر وطن ما به خاطر نام ما مسابقه میکنیم و میخواهیم که همه بیننده باشن و از این مسابقه انشالله که ما را تشویق کنن انشالله. مسابقه بعدی چی وقت است؟ مسابقه بعدی قسمی که گفتم تاریخ 27 یونی برگزار میشه و در کشور سوئیس است برنامه بیننده عزیز تشکر تا اینجا که ما را راهنمایی کردید و از در برنامه ما شما شریک ما بودین البته دیگه ختم برنامه باز بخیر دیگه برنامه قسمی که شما دیدین کباب بود امروز دیگه جایتان خالی دیگه میمونی یک بسیار خطرک از طرف زلمه عزیز و نوید جان و بعضی دوستای دیگه برگزار شده بود که البته تا جایی دوستان میخواستم براتون یادآوری کنم که البته برنامه ما تا جای جدید است شما بیننده هستید کمی و کاستی و بعضی چیزایی که البته در تجربه ما نیست از شما معذرت میخواهیم دیگه انشالله که یک مسابقه خوب پیش داشته باشیم و انشالله برندگان همگی تشویق میکنیم سرد هستیم دیگه برنامه را همیشه به تمام میرسونیم بله دوستا یعنی واقعیت امروز ما بسیار زیاد خوب گذشت و یک روز فوق العاده بود از هر لحاظ از شما تشکری میکنم و منتظر برنامه های بعدی ما انشالله بینندگان هستن و میباشیم